بنده خدا فاصله میگیریم، ما نگاه میکردیم فاصله گیریم بیلرا تیل یکی خلق خرید ماشین بر خد ماشین مسافر کشی برای آتش بازی بنزین و اون ماشین هم که گازوئیل بیده آتش که بگیریم یک صدای بزرگی کرد که شاید همین شهر هم بشنیده باشه. انفجار کرد. انفجار بزرگی کرد. حادثه فکر کنم به می انفجاری که صورت گرفته بیشتری کسی نتونست اینا نجات بده. نه که به یک ثانیه تا آتش نشانی بیامد 1000 نفر از می دی بیامد به می مردم برسید نتونستیم نجات بدیم. نمیشد که از که سرعت زیاد بود آتش. خداوند بیامرزه. این مازدا بالا از این دی بودن. از حسن آباد. 20 کیلو از کجا بودن؟ 30 کیلو از یارجا چاکنای بودن بنده خدا. اونا اونجا افتاده بودن اون جازو پلچک اونجا جنازه اینا زنده نه سالم نه سالم بود جنازه‌شو بمردی بودن دیگه. خب یعنی وقتی زده بوده یعنی مسیر مثل که طولانی بود. مسیر که هسته به می قریه خیلی نغزیکه موقعی که به می حادثه که ما از علامادیم خونه ما نمی راسته به این پایینه به این مسیر موقعی که می اتوبوس آمد اول موتور زد با موتور تصادف کرد بعدا موتور که زد می اتوبوس از می چی خارج شد از کنترل خارج شد از برام ماشین چیز رسید مازدا رسید پر بنزین بود بخود بازی خود مازدا برای بازی طرف اتوبوس راه بگشت بزی با یعنی از طرف خود اسلام قلعه موتور 580 میره طرف هرات میره تا جانا می اومد بزی طرف می اومد اون مازدا موضوع طرف می اومد اینا که با هم خورد مازدا کلا هم بنزین بود همین بنزینو از یک صداقت این اتوبوس درگیرید او بنزین وزونه بدی اتوبوس در نمیگیری کلا از اتوبوس بیامد سرعت آتش بردش اتوبوس که درگیری دیگه کسی آماده پیش از این اتوبوس نمیتونست مردم 200 300 متر اتوبوس و ماشین فاصله داشتم همین تو دستکنه میکردم کسی به داشت شونی میرسید راننده که به سرعت اول پینه که بخورده بود به چیزا خورده بود کلا همین تفت شده بود کشته شده بود کلا اول راننده کشته شده بود بعد از او مردم قوق میکشید اطراف درا آتش شروع شده بود درا وانی میشد تو درا دیگه ازی بر بسته وا کردم و آتش نشانی رسید مردم تموم کرد دیگه شیشه ها هم شکستونده نتونستم شیشه هم خوش رو برق سر شو کلا هم خاک عزیز حدوداً از او پلچک به او طرف موتورسیکل با موتر نو 404 برخورد میکنه و موتر تا به این قسمت ها میای همین تصویر بگیریم به این قسمت مازدا برخورد میکنه با موتر 480 انفجار در اینجا صورت میگیره اما موتر میره یک مسیر هوبرتری شما ببینید که انفجار اینجا صورت گرفته حادثه او طرف صورت گرفته و موتر اونجا آتش گرفته یعنی سرعت موتر نو 480 اضافه بوده وقتی سکل از اونجا حادثه کرده و آمده اینجا به مازدا زده و بعد رفته او طرف ببینید سرعت از شما قضاوت بکنیم که چقدر بوده من امیدوارم که مسئولین امارت اسلامی افغانستان مخصوصا بخش ترانسپورت ما در این قسمت توجه کنند و با دریورهایی که موتورها مهاجرین را انتقال میدن به اونا توصیه بشه و از اونا یک پرسان بشه ببینیم که هموطنا ما چیزی که ما بگم نگاه کنین که قرآن شریف تمام اطراف آتش گرفته ولی خود قرآن شریف نسوخته و سالمه همین هم معجزه خداوندیه فهمیدیم